فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برادرمون سید هایا از شاهیندژ پرسیدن که وقتی که از رکوع برمیخیزیم امام جماعت دست به سینه نایستد، ما می توانیم دست به سینه بایستیم؟ حکم شرعی اونگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردن این است که در حالت قیام انسان باید دستها را ببندد، یعنی قبض بکند، دست راست را بر روی دست چپ بر روی سینه یا بالاتر از ناف دست را بگذارد. این حکم شرعی هست که مورد اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. باز کردن دست، ولی اینکه در برخی از مذاهب اهل سنت هم به سراغ داریم در مالکی ها، این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و قول مرجوحی هست، یعنی از رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این حکمی ثابت نیست. این در حالت قیام هست، وقتی که انسان برای نماز ایستاده. اما زمانی که بعد از رکوع دوباره بلند می شود و در حالت قومه، یعنی راست می ایستد که بعد از این به سجده برود، در اینجا از نظر فقهی علما اختلاف دیدگاهی رو دارند با توجه به حدیثی که در این زمینه وجود دارد که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگشتند یا هر کسی هم که به اصطلاح از رکوع بلند می شود به صورتی صبر می کردند که هر عضوی به حالت قبلیش برمیگشت، هر عضوی به حالت قبلیش برمیگشت. خب در این تفسیر این حدیث و این جمله اختلاف نظر وجود داره. بعضی نظرشون این است که حالت قبل از رکوع معتبر هست. حالت قبل از رکوع زمانی بوده که به اصطلاح دستها آزاد بوده و یعنی وقتی میخواسته به رکوع برود. برخی میگویند که نه، زمانی هست که در حالت قبل این حکم رکوع حساب نیست، قبل از رکوع وقتی که ما حساب بکنیم زمانی بوده که دستها بسته بودند، پس بنابراین دستها را باید ببندند. و از نظر دقیق تر، قول دقیق تر، حتی در مذهب احناف هم گرچه این مفتابه نیست و بر این عمل نمی کنند، در کتاب معروف هدایه این تقریبا یک قاعده فقهی در اونجا گذاشته که هر قیامی که در اون قیام ذکر مشروعی هست، هر قیامی که در اون قیام ذکر مشروعی باشه دستها رو باید ببندن. و ما میدونیم که بعد از رکوع یک ذکر مشروعی هم هست که ذکر مشروع را بخونند که ربنا ولک الحمد. بنابر این قواعد دست بستن یعنی به اصطلاح اولاتر هست. منتها بسیار از فقها نظرشون این است که ارسال باشه و بازم به حدیثی قبلا اشاره کردن، به این حدیث استدلال کردن و هر دو مورد جایز هست، هر دو مورد جایز هست، هیچ اشکالی نداره. انسان بعد از رکوع برای یک لحظه طبعا که قبل از اینکه به سجده میرود میتواند دستها را ببندد و میتواند که دستها را باز بگذارد تا اینکه به سجده برود. هر دو صورت جایز هستند و اشکالی نداره.